با سلام به شما و بینندگان محترمتون. همینطور که خانم افسری فرمود، بسیاری از وعده‌هایی که آقای روحانی در دوران کاندیداری ریاست جمهوریشون داده بودن خب زمان زیادی میبره و خب ما هیچ اصلا توقع نداشت توی این 100 روز اینا بعضشون عملی شه. ولی خب مواردی هم بود که مشکلاتی که به وجود اومد و همچنان وجود داشت، ولی تنها موردی که فکر میکنم نقطه امید فعالان زن بود بحث خانم مولاوردی بود به عنوان مشاور بانوان در ریاست جمهوری و معاونت محیط زیست که به خانم ابتکار داده شد و همینطور بازگشت رشته مطالعات زنان. خب فکر میکنید که در ادامه راه اولویت‌های دولت آقای روحانی باید چی باشه در مورد زنان؟ باید چی کار بیشتر انجام بدن؟ من فکر میکنم بحث‌های مثل اشتغال زنان یا لایحه خانواده که قرار بود بازنگری شه و همون کنوانسیون زنان، این سه مواردی هستن که خیلی حیاتی هستن و نیاز جامعه به اونها مبرم هست. ممنون از شما. خانم طاهره از استکهلم، شما اگه صحبت‌های دیشب آقای روحانی دنبال کردین، کدوم بخش از صحبت‌ها بیشتر نظر شما رو جلب کرد به خودش؟ من خواهش می‌کنم به شما و به همه بینندگان عزیز، ببینید اگر ما بخوایم کلا این 100 روز ریاست جمهوری آقای روحانی رو بخوایم بررسی بکنیم، آقای روحانی دولتی که تحویل گرفت در واقع یک ویرانه بود تحویل گرفت و تمام افتخارات الان این رئیس جمهور اینه که تونسته سیاست خارجی رو به نحو احسن اجرا بکنه، یعنی رابطه رو با دنیای غرب عالی بکنه و تحریم ها رو از بین ببره. وقتی تحریم ها از بین بره طبیعتا اوضاع اقتصادی در کشور بهتر میشه. ولی اگر در حوزه های دیگه ما بخوایم بررسی کنیم، حقوق بشر، فرهنگی و به خصوص وضعیت زنان، همه در حد وعده و نوید هستش. یعنی وعده‌هایی که در آقای روحانی واسه وعده‌ها داده میشه. ببینید وقتی ما صحبت از زنان که می‌کنیم، زنان در تمام عرصه‌ها فعالیت دارن، چه در عرصه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی حقوق شخصی خود یک زن. خب این وعده‌ها چطور میتونه عملی بشه در ماه‌های آینده؟ ببینید اون که مهمه اینکه آقای روحانی بیشتر وقتی با جرأت تمام صحبت می‌کردن و با اطمینان کامل صحبت می‌کردن، تو تمام این عرصه فرهنگی و سیاست خارجی خب تونسته عمل کنه و یک اقداماتی انجام داده، ولی در عرصه حقوق بشری و حقوق زنان هیچ کار خاصی انجام ندادن. همونطور که خودتون مطلع هستید، ما در طی این 100 روز 367 تا اعدام داشتیم. آیا واقعا اقدامی شده که ما بتونیم امیدوار باشیم که آقای روحانی بعدها میتونه که یک حرکتی در راستای حقوق بشری انجام بده؟ ممنون از شما خانم طاهره. پس این سوالی هستش که ممکنه مثل خیلی دیگه شما هم در ذهنتون باشه. با دو بینندمون خداحافظی میکنیم.